کیک خرمالوی پاییزی درست کنیم. 4 تا تخم مرغ رو با یه قاشق چای خوری و وانیل هم میزنیم. بعد 1 لیوان شکر بهش اضافه میکنیم، خوب همش میزنیم. بعد 3/4 لیوان روغن، 1 پیمانه پوره خرمالو داریم اینجا که اضافه میکنیم و هم میزنیم. مواد خشکمون 2 پیمانه آرد رو به همراه 1 قاشق بیکینگ پودر، 1 قاشق چای خوری دارچین هم میزنیم و توی 3 مرحله به مواد خیس اضافه میکنیم و به صورت دورانی با لیستک همش میزنیم. مغز گیاهی رو بهش اضافه میکنیم و توی قالبی که از قبل روغن و آرد پاشی شده میریزیم توی فر به مدت 40 دقیقه با دمای 180. اینم نتیجه کار. امیدوارم که توی روزهای پاییزی درست کنید و به همراه خانواده میل کنید. خدا نگهدار.